داوری ببخشید در حرفایتان مداخله کردم، اگه اجازه باشه که میخواید امرتون مهربانی ورک مهربانی بسیار ببخشید. سلام علیکم جناب جنرال سیمور خان، چی حال داره؟ جون از بخیر است ان شاء الله. دیگه دوستایی که در لایف هست، شکر فضل خدا قراری ان شاء الله. شکر فضل خداوند. مهربانی کو محترم جنرال. درست است جنرال سیمور خان. البته وقتی که افغانستان بعد از البته طالبان آمد یا به زور البته با معامله گرفت، البته باید گروه طالبان قسم رفتار کنه امرای ملت افغانستان، چی هزاره، پشتون، تاجیک و ازبک، که مردم این دولت قبولی چی باشه، مردمی که زندگی میکنن در افغانستان و دیگه مردم فرار کرده یا رفته یا مهاجر شده قابل قبول باشه. ما دیدیم که دو نفر را در غزنی و در محل عام و در داخل چیز فوتبال و اعدام کشوندند. البته اگر شما این کارتون ادامه بدین، مردم از ملت از شما راضی نمیباشه و هیچ کشور نیست شما را به رسمیت مثال بشناسه. نورالله صاحب، همین مردم که طالبان اعدام کردن در محضر عام یا کی بودن؟ اینا میشناختی؟ یا رقم میشناسیم، اما که از قوم ملت هزاره بود، اما همیشه که محکمه سرایی وجود نداره، میخواد زندان باشه. البته زندان است، پول چرخی است، دیگه زندان است، میخواد که 10 سال 20 سال و عمره میخواد اینا بندی شوه که نباید اعدام. اگر شما مسلمان هستین؟ بله مسلمان هستین؟ الحمدلله. خب شما معلومات دارین که دو نفر را که اعدام کرده ای هزاره بود؟ بله ما خبر داریم که دو برادر هزاره ما را در البته اعدام کردن در محل عام. اما اگر شما نامشان چی بود؟ نامشان چی بود؟ خب نامش چه دلایل بگیرین که مثلا برادر هزاره است، اما نام شخصی خودش در غزنی. خب از کدام جای غزنی بودن؟ از کدام جای غزنی بود؟ درست است، برادر هزاره بود، اما شخصا جای کوچه‌اش ما خبر نداره که از کدام منطقه بود. مقصد از برادرای هزاره بود. بله چی جرم کرده بود؟ چی جرم کرده بود؟ البته قانون است، شما میخواست تا قانون اگر میخوای برقرار کنی، میخوای که ملت افغانستان شما راضی باشه که زندان است. قانون شما قانون که نداری. خداوند گفت که قانون دارم، قانون ما. خداوند گفت که شما کسی جرم کرد زنده چه کش کنه، بدار اختانش کن. فرخنده چه قسم شد؟ و جرم تا جرم است و دیوانه سای که یک کسی که قتل کنه او باید اعدام شود، یک کسی که دزدی کنه دستش بریده شود، یک کسی زنا کنه دراز زده شود، متأهل باشه سنگسار شود. یعنی حکم قرآن است. خیلی دیگه چی بگی؟ یعنی زندان نان خو سر ما زیاد نیست. نه البته کجای قرآن آمده جناب جنرال خانه خداوند را انفجار بدی و مردم بیگناه را به شهادت برسان؟ درست است اگر امریکا باید امریکایی را شما حمله میکردین. البته یعنی تو دیگه طرف رفتی، یعنی خود در قصاص بودی، تو رفتی در انفجار رفتی. در کجای قرآن آمده که تو سگ امریکایی شو یک دفعه؟ در کجای قرآن آمده که کل قومت کاسلیس امریکا باشه؟ در کدام جای قرآن آمده که تو برو پیش امریکایا رقص کو؟ در کدام جای قرآن آمده که به نام مذهب؟ یک دقیقه صبر کن، صبر. قرآن میفهمی؟ بله الحمدلله مسلمان هستیم. بله ما که مسلمان هستی، خو عالمی وضو چند فرض داره؟ این البته سوالی من مولا صاحب نیستم که سوالا را دیگه کنی جای مذهبی. در کجای قرآن آمده یک دقیقه صبر کن بیادر. استنجا سنت است یا مستحب است؟ جناب جنرال صاحب البته سوالایی که میکنی این سوالا خواهش میکنم جای مذهبی نیست که ما شما سوال کردیم که چگونه میتونید جنرال صاحب محترم، تو از مذهب از قرآن گپ زدی. حالا خو اینمی تو مذهبی کردی، ما خو نبودیم مذهبی، لایف مذهبی نیست، تو مذهبی کردی. خب زمستان چی رقم جنرال صاحب یار کوشش تو که نگریزی. زمستان چی رقم استنجا میشه و تابستان چی رقم استنجا میشه؟ جناب جنرال صاحب حرفای مذهبی را خواهش میکنم که البته در لایف تو گفتی که از قرآن گپ زدی. خو خو قرآن خو مذهب از دین ماست. خب نماز دیگر چند رکعت؟ ما قرآن خواندیم جناب جنرال صاحب که در قرآن نامده که بم بسکو و در داخل مردم بیگناه البته در داخل مسجد انفجار بدی به خاطر ما میگم آمده. خب نفهمیدم منظورتون. تو که میگی نامده قرآن خواندی، ما که خواندیم آمده. یا تو برای ما بگو نماز دیگر چند رکعت است؟ تو که قرآن خواندی نماز دیگر 4 رکعت است. ای دیوانه جنرال صاحب سنت است یا مستحب؟ دا ورون که پوی کې ودرګه بخره واله ګوري د جمهوریت په وخت کې د جنرال خدایداد په نامه یو کس سنت است یا مستحب؟ ودرګه چې سړی نه راټینګ کړی ده
سنت است یا مستحب؟ آقای جناب جنرال صاحب براتون گفتم مذهبی، البته در جای نیست که مذهبی اگر شما ولی از خدا دیوانه مذهبی نماز دیگر سنت است یا مستحب؟ فرض ولی از قرآن فرض است، فرض. هیچ پسر صابون و هم خبرت نمشته کرد. خو نماز خفتن چند رکعت است؟ جناب جنرال صاحب ما ملا صاحب نیستم، ما قاری نیستم که ملا صاحب نماز پشتان کردیم. ولی از خدا جناب جنرال صاحب از شما خواهش میکنم با جنرال توهین نکنین، ما براتون توهین نکردیم، با احترام. البته دوستا بننده است، با احترام آمدیم. نماز خفتن چند رکعت است؟ تو فر بگو چند رکعت است؟ خفتن البته گفتم برای جناب جنرال صاحب جای نیست که اینجا مذهبی نه بگو ده تا واتساپ کی ورته بگو چند رکعت است؟ بگو خفتن 9 رکعت است. ای ظالما چند سنت است چند مستحب است؟ جناب جنرال صاحب همه چیزا رو میفهمم، الحمدلله مسلمان هستم، اما خواهش میکنم که نه واتساپ در کامنت سعی میکنی بگو، اگر نرستی باز میگی من مذهبی نیستم، من مولا نیستم، پیش میرم کسی که نقل برات میتوام یاد نداره. بگو چند تا مستحب است چند تا سنت است؟ جناب جنرال صاحب براتون گفتم همه چیزا میفهمم، اما خواهش میکنم چند رکعت است؟ اول نماز خفتن 9 رکعت است. صبر اول 9 رکعت است. چند رکعت است؟ اول چند رکعت میخوانی؟ جناب جنرال صاحب گفتم براتون، اما خواهش میکنم که مذهبی بحث نکنم روی شما. نه به قرآن اگه بانم تو مذهبی گفتی در قرآن انتحار نیست. یعنی تو مذهبی نداری پیش بیا. یک دقیقه صبر کن. یک دقیقه بفرمایید. بگو چند رکعت است؟ اولش چند رکعت است؟ اول چند رکعت خوانده میشه؟ 9 رکعت یک جای میشه یا جدا است؟ بیا که ما دیگه جنرال دو رکعت انتراجی بس جناب جنرال صاحب، اما خواهش میکنم که اولش چند رکعت است؟ اولش چند رکعت است؟ اولش چند رکعت است؟ دو رکعت سنت است. اول 2 رکعت سنت است. باز 3 رکعت چی؟ 4 رکعت فرض، رکعت سنت، 3 رکعت انتراجی. این چی وقت خوانده میشه؟ جناب جنرال صاحب خواهش میکنم که نمیخوام مذهبی براتون، اما سوال ما دیگه جای اما شما در دیگه جای میبره. چند رکعت است تا دکایمش؟ صبر کن. چند رکعت است تا دکایمش؟ چند رکعت؟ نه به خدا گیال بانم تو در گپ از قرآن زدی. چند رکعت تا دکایمش؟ چند رکعت با نه اگر میخوای توهین کنیم با ما را خیر از پایین بنداز، گپ نیست. اگر میخوای بحث کنیم امروز شما نه بچه نه ما قربانت با توهین نمیکنم، ما خیال اله گرفتم. خو نماز صبح چند رکعت است؟ جناب جنرال صاحب خواهش میکنم نمیخوایم که در این مسئله بحث کنیم. این فکر داده ورته یو سړی په واتس اپ کې ورته میسج کیږي چې دومره خدای به راضي د قرآن او له حدیث نه هیچ جای قرآن نیست که انفجار یا انتحار خودکشی را میگه. خودکشی در دین مبین اسلام حرام است. خب صدقیت شوم تو که از قرآن گپ میزنی، از دین گپ میزنی، با سوالای ما را جواب بده. چون ما گفتم صبر کن خو باز من باز دیگه پرسان میکنم. وقتی که ما ایجا به بحث دینی نامدیم، چون ما خودم دین نمیفهمم. من میفهمم که نماز 5 وقت فرض است، حج فرض است، روزه فرض، زکات فرض. امیرا رای که من روان استم اینی حلال است اینی حرام است. اما ای که عالم دین نیستم که با کس بحث کنم، اما دین خودم میفهمم که ما در شوکات دین چی رقم زندگی کنم. ما کسی نیستم که فتوا بدم چون عصبی ما بالاست. تو که از قرآن گپ میزنی میگی در قرآن در انتحار در کجاست؟ آیا تنها دین مبین اسلام قرآن است یا در پالویش حدیث هم است، فقه هم است؟ آیا ما میتونیم تنها قرآن دین تکمیل کنیم؟ چیزی که در قرآن است نموره کنیم، چیزی که در قرآن نیست نکنیم؟ خود دین ما تکمیل نیست کنه. وقتی که ما و تو حدیث نخوانیم، فقه را نخوانیم، حرف قرآن نمیفهمیم. بعد اما از صنف اول شروع کنیم یا صنف 12 دایرکت به طب پانتون طب بریم سمستر 4 بخوانیم؟ اول صنف اول میخوانی، باز در طب و در انجینری در سمستر 4 میری، فارغ میشی، اسناد تا میگیری، کار میکنی، تجربه میکنی. اینما تو دین مبین اسلام هم از اول وضو، نماز، حلال، حرام و آهسته ما میریم حفظ قرآن یا سورت ها یا با الف و دوزرعن و به دوزرعن شروع میکنیم، بالاخره میریم به حدیث و به قرآن و به ترجمه قرآن. مسح کردن سر در وضو هست؟ باز بگم من مولانی هستم. جناب جنرال صاحب البته ما میخوایم در این مذهب بحث نمیکنم روی شما، خواهش میکنم اگر میخوای به ما شخصا با امتحان خدا نه حالا بیادر توبه بکش بگو ما وقتی که به یک چیزی نمیفهمم دو بحث نمیکنم. توبه بکش بسید یا که میفهمی ششتن دان در وضو چی هسته؟ نمیخوای در این باره بحث نمرایتان در دیوانه دیگه
جناب جان راست درباره شما بحث میکنیم که جنایات گروه طالبانی در افغانستان انجام دادن به این خاطر بحث میکنیم. یعنی تو قرآن نکن لودا آدم است که حکم قرآن جنایت میگی طریق لودا است که حکم قرآن جنایت میگه او لودی خداوند متعال از جنایت طالبان با شما صحبت میکنیم به این خاطر ما خوش هستیم. ما از این قانون از این نظام خوش هستیم. افغان هستیم. چرا از جنایت خلیلی گپ نمیزنی؟ چرا از جنایت معقل گپ نمیزنی؟ چرا از جنایت مزاری گپ نمیزنی که سینه های دخترها رو میبرید میخ کوبیدن میکرد رقص مرده میکرد او لودا؟ آره جناب جان راست امروز در حکومت گروه طالبان شما هستین، اما اگر از گروه طالبان راضی هستین که چرا بر رسانه ها شما شکایت میکنین از گروه طالبان؟ های شکایت کردیم ما الحمدلله ما امارت اسلامی را با سر و چشم قبول دارم. درست است وقت قبول داریم که ما برنامه‌های تا میبینیم که با لشکری صاحب میگه که مرا به زندان انداخته، ما را فامیلم خبر نداره و با تلفن‌های ما قید کرده، ما راضی نیستیم از این کشور می‌ریم. جناب جان راست اگر شما راضی باشین اجماع بر رسانه ها نمیین و از گروه طالبان البته امارت اسلامی شکایت نمیکنین. شما درست است شما البته اولین کسی بودین که در رسانه ها در چه کردین کمپاین کردی و گروه طالبان وطن در جواب از این اعتراض که جواب اعتراض بیاد وطن دار که اصلی باور است. دو پروگرامی که ما پتی لشکری داشتیم خو حقیقت دیگه مذاق میکردیم ما. تو سریز گرفتی؟ هی دیوانه. یک ویدیو نیست، دو ویدیو نیست، همه چیزایی که میگین که با رسانه ها صحبت میکنی شکایت میکنی شما. نه کایال شکایت کردیم کوکی ما برای تو شکایت کردیم ای دیوانه. نه خو خیر اولاد پیچی میکنه با پدر خود حتما شکایت میکنه که پدر این یک قسم است مشکل نداره. نه امی تو در کجا جنرال شدی؟ ما در افغانستان جنرال شدیم. چی رقم جنرال شدی؟ سنه چند بود که تو جنرال شدی؟ دوران اشرف غنی احمدزی بود که البته جنرالی را ما از طریق اشرف غنی احمدزی گرفتیم که از جمهوری افغانستان از افغانستان بود که الان نیست. کدام پانزای سبق خواندی؟ چی تو اول دگروال بودی، ماستر بودی، بریگیدیر بودی، چی تو جنرال شدی؟ چند ساله است تو خرد بچه هستی؟ اول جنرال شدم دوستم دارم و سرانوالی واخیستل اونی والا. اگر سند ما البته سند مشکلی نیست که سند 28 29 باشه، مشکلی نیست که جنرالی اگر تو جنرال میشه تو برای ما بگو. خود 12 سال مکتب خواندی صحیح شد، 6 ساله با مکتب رفتی 18 سال شد، 2 سالم 15 خواندی 20 سال شد، تو کدام تجربه داری که تو جنرال شدی دیوانه؟ همه تو جنرالای پلاستیکی بنیاد ما رو کشید که وقتی طالب پشت یک بوکس زد دیگه چه باش جنرال نیستی کدام کس البته شما چه میکنی از ما؟ شما هایی که مردم بگید ما فعلا 50 که همارزه انتحار انفجار میکردیم که در افغانستان خانواده ها را ببینید که در هر خانواده که صغیر یتیم مونده. نورولا برادر گوش دیوانه ما در کانتون برمینگام سبق خواندیم برمینگام په جمهوریت کې د جنرال خدادت په نامه کس ورته جمهوریت ولی اعدام کاغه کس دا پښتنه ورنه وکړه ورته هغه ولی اعدام کو ورور پښتون پیګه چرا نه پیګه تو چرا کم جنرال هستی که زبان ملی ته نمیفهمی صحبت کو په پښتو پښتون پیګه پښتو لږ زره پیګه ما پښتو به اوس خبرې کوم ما په فارسی غږ بزنم تو په پښتو بزن څنګه جنرال صاحب نور الله جوړه په خیر څه خبره وروره جناب جونا صاحب مخاطب طبيعتنا دي څنګه دي ته چیرته ولا وانا بخي ورک ورکه برو 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 بوکو 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 جونا څنګه چل ده الحمدلله بالکل خیر خیر ته چیرته وروره فامیل مخه ده خیر ها برو برو مور ده جوړ ده پلار دې څنګه ده کور کې دې خیرات ده برو اینه تو یاد میگیری برو 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 کشکو ما چلا تفهیم سر البته ما فرزند یک شهید هستم نه ما قبول ندارم ما یک ساعت قطع دری گپ زدم پښتو گپ بزن چیرته اوسېږي شیشه وټکوي امریکا نر کار دې کړی څومره وخت کېږي تللی نفهم جنرال صاحب دا پوه که جنرال صاحب پښتو پیږي نورالله وروره څه فرمایي برادر په جمهوریت کې د رئیس خدایداد په نامه کسو جمهوریت چې د اعدام کو هغه ولی اعدام کو وروره درست است قسمی که او یک تا نفر از بین نبرده بود او بسیاری قتل های هدفمندانه را چی داده بود البته آنها بسیار مردم بیگناه را به شهادت نورالله برادر گوش کو ګوره وروره ښه دا په غزني کې چې 2 کسان اعدام شوي دي ښه دغه 2 کسانو 3 ماشومان چې درې ماشومان یوه زنانه 2 ماشومان 3 زنانه 2 ماشومان
د په چړو باندې وهلی وو شهیدان کړي وو بیا یو کوی ته خطا کړي وو په هغې باندې تیزاب اړولي وروره که یو څوک ستا د کور غړو سره دغسې وکړه ته به یې پرېږدې خو نه یې پرېږدې ګورئ یو خبره یو څه شی چې شریعت دی د الله حکم وي هغه نه باید سیاسي استفاده ونه کړو ګورئ په افغانستان کې که بیا جنګ راځي یا په رسمیت نه پېژندلی کېږي یا نړیواله ټولنه چې دی لکه فشار راوړي د ټول افغانستان پکې تاوان دی پکې زیان دی نو ګورئ ورونو هغه شی چې هغه افغانستان ته زیان رسوي د افغانستان ملت ته زیان رسوي هغه شینو باندې باید بحث موږ ونه کړو ته یو بل څه شی چې د سیاسي استفاده ورنه وکړه د اصلاح دپاره خو داسې شیان ورونه چې هغه د الله حکم دی او هغه یو ظالم ته چې دی خپله سزا ورکولی کېږي د مظلوم دفاع کوي ته په هغې باندې د افغانستان اسلامي حکومت ته ګوره اوس هم طالبانو ته ګورو ورته یا ولې ورته ګورو یا په ټول افغانستان واکمن دي په ټول افغانستان باندې د دوی چې دی حکومت دی هغلته امن راوستی دی لږ یا ډېر دغه خدمات چې دی ولس ته وړاندې کوي که رسمیت راشي او موږ او تاسو ټول ورسره ودرېږو او نړۍ په رسمیت وپېژني نو ډېر سهولتونه به ولس ته وړاندې کړه نو زموږ هیله دا ده چې هغه شی ورونه چې هغه زموږ یعنې د شخصي دغه دپاره وي هغه د ملي ګټو په دغه کې چې دی باید بدتر ونه بولو بهتر ونه بولو نو ته دغه د غزني پیښه پرېږده که بیا ته د هغې پوښتنه کړې نو بیا زه تا نه دا پوښتنه کوم چې جمهوریت ولې رئیس خدای داد چې دی اعدام کړو ولې اعدام کړو نو ته کولی شې نورې خبرې جنرال صاحب سره وکړي زه به دریځ زده کړم ته پښتو زده کړه دومره ورته وایو ته چې انپور څو پرځې دی